بر شما از رود سربخش زرفشان السلام، از صفای چشم سارانی بدخشان السلام، از خوجند باستان و ملک ختلان السلام، از تمامی تاجیکان و تاجیکستان السلام. خوش آمده صاحب استقلال، صاحب دولت، پهلوانی پیشوای ملت. صاحبکاری محلی جورابک موهیبوف باز به یک عمل شایسته دست زد. نیمه دوم امروز با اقدام این مردی آبادکار در نزد مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقمی 68 شهر ترسونزاده یک سیخ دوزندگی به فعالیت آغاز نمود. در مراسم افتتاحی سیخ دوزندگی معاون رئیس شهر ترسونزاده صالح خولوه، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر ترسونزاده مویستون عزیز و اینچنین دیگر نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اشتراک کردند. از جانب من شخصی بسیار گرامی و اون نفری که در حقیقت بهر وطن، بهر انامین دیار، بهر من از جماعت دیهات ریگر سر کرده بسیار دست درازی کردن و امروز کوشش به خرج دادن که در اینجا یک کارگاه دوزندگی افتتاح یابد و پیش از همه اظهار مینه‌داری خودمان را به اکی جورابک موهیبوف میرسونیم. ما اظهار مینه‌داری میکنیم با محترم من اکی جورابک که همچون وکیل حزبی، وکیل مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزاده هستم. با ابتکار و تشبث این کس همین کارگاه شده است. من با عنوان ما در این کارگاه پای دستگاه های دوزندگی نشستن و باوری داریم که همچون یک سازندگان همین وطن، آبادگران همین وطن عزیزمان در رشد و ترقیات شهر ترسونزاده جمهوری تاجیکستان حصه خودتان میگذارید. صالح خولوه برای ساخته به استفاده دادن چنین یک کارگاه نوزمانوی به صاحبکار جورابک موهیبوف از نام رهبریت مقامات محلی شهر اظهار مینه‌داری کرد. باید گفت که سیخ دوزندگی با 12 عدد دستگاه لباس دوزی تامین است. برابری به فعالیت آغاز نمودن اینجا 12 نفر زنان و دختران بیشغل با کار دائمی فرا گرفته شدند. ما مینه‌داری خود را به شما میرسانیم و مینه‌داری خود را به شرکت احیای سامانیان موهیبوف میرسانیم که به ما خوانندگان چنین چیزها فراهم آوردند که ما میتوانیم در آینده لباسهای ملی دوزیم و میتوانیم لباسهای ملی خود را دوخته و برنماییم و در درس‌های تکنولوژی تعلیم مهنت لباس دوزی را آموزیم. ای پیشوای ملتم، ای شستون و دولتم، باشی شکوه و سولتم، فرزانه مرگی تاجیکان. صاحبکار جورابک موهیبوف گفت که این کارگاه نه فقط برای زنان و دختران دهه بلکه برای خوانندگان و آموزگاران تعلیمگاه نیز خدمت خواهد رسانید. همچنین گلدختران مؤسسه تعلیمی رقم 68 می توانند از این هنرمندان چیره‌دست نازکی‌های کسب دوزندگی را آموزند. یک ارزوی دیرینه من بود. چند سالها باز من همین را ارزو و هوس داشتم که در دهه خود یا در همون ناحیه خود همین مرکز تأسیس بدم. برای چی؟ برای جای کار یافتن برای زنان و بانوانی که بیکار هستند و بعد مکتب جای کار نمی‌یابند. در حقیقت باعث گشت که ما 14 اکتبر 2017 سال با واخری با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با صاحبکاران وطنی بود. در همونجا پیشوای ملت تاکید کردند که در نزد هر یک مؤسسه میانه مکتبی مرکزهای دوزندگی و مرکزهای پخت و پز براه مانده شود. بعد همین یعنی اقدام بعد همین ارشاد پیشوای ملت ما آمدیم برای کشادن همین ارزوی خودمان. الحمدلله کوشش کردیم که من بعد در خفای همین تعمیر و خریدن ماشین ها و کافت‌ها و همین شدیم. اقدام اینه که صاحبکاری محلی برای کلی ساکنان دهه مذکور خوش آمد.
این گونه عملها صاحبکار جورابک محیبов بارها اجرا کرده است. آینده نیز بهر آبادی و شکوفایی دیار خویش این مرد سخاوتپیشه یک قطار نقشه و نیت‌های نیک دارد. گزارش دلشاد رحمانов و سیفالدین ابراهیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.